صف‌های مهاجران اخراج شده از ایران در این روزها طولانی تر شدند. روزانه تا 3000 افغان اخراج شده از ایران از اینجا مرز اسلام قلعه هرات وارد کشور می شوند. با گفته مسئولان اداره امور مهاجران و برگشت کنندگان در مرز اسلام قلعه، در روزهای پسین روند اخراج مهاجران افغان از ایران تا 50% افزایش یافته است. لطکوب است، سکنجه است و پول مهاجرین ما را اردوگاهشان میگیره، شهرداریشان میگیره. این چیزایی است که برای کلگی هوایدا است واضح است. در میان این افغان‌های اخراج شده از ایران شماری هم هستند که با وجود داشتن پاسپورت و ویزا از سوی پلیس ایران بازداشت و اخراج شدند. مسئولان کمیساری اسلام قلعه میگویند در هفته‌های پسین این روند افزایش یافته است.